جنگ باور نکردنی نغمه با خانم هنگامه که اصلا باورتان نمی شود. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی نغمه در امریکا. دلیل درگیری لفظی نغمه با هنگامه چی بوده است؟ هنگامه در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. خانم نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت بسزایی داشته است. علاقمندان و طرفداران نغمه در سرتاسر جهان است و یا مثلا کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. جدیداً خانم هنگامه برای بانو نغمه پیشنهاد اجرای کنسرت دوگانه داد، ولی نغمه با کمال تأسف برگزاری کنسرت‌های مشترک با هنگامه را رد کرده است. هنگامه در کشور جرمنی زندگی می کند و با شوهر دومش زندگی خیلی خوش و موفقی داشته است، ولی دختر هنگامه در کشور کانادا ازدواج کرده است و آهنگ‌های جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر می کند. این کار نغمه باعث انتقادهای فراوانی در صفحات مجازی شده است و اما وی را مغرور خطاب کردند، ولی تاکنون نغمه درباره اینکه چرا نمیخواهد با خانم هنگامه کنسرت دوگانه برگزار کند ابراز نظر نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. دوستان و عزیزان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان نغمه و هنگامه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با طرفداران و علاقمندان نغمه و هنگامه به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.